سلام علیکم، بفرمایید. سلام خدمت شما. سلامت باشید. با آقای انصاری می‌خواستم صحبت کنم. دارید با من صحبت میکنید برادر گرامی، بفرمایید. خوبی آقای انصاری جون، سلامتین؟ زنده باشید. ببخشید مزاحمتون شدم. خواهش میکنم، بفرمایید. مهرانم از سوئیس. مهران جان برادر آقای عزیز، انصاری بفرمایید. بفرمایید. من میخواستم این حرفا رو عرض کنم که 3-4 تا سوال از این شیعان عزیز دارم که اصلا خیلی ساده است. اصلا اصل به فروع دین کاری نداریم. به اصحاب اعتقاد داشته باشن نداشته باشن، آدمای خوبی باشن نباشن. چند تا سوال دارم. یکیش اینی که وقتی قرآن میخوانن، آخر قرآن چرا میگن صدق الله العلی العظیم؟ این خودش یه کفره. وقتی میرن دست نماز میگیرن، کامل دست نمازشون نمیگیرن. باور کن، من یه بار رفته بودم تهران، مجبور بودیم دیگه، سن و سالمون کم بود، رفتیم نماز جماعت تهران. بعد پشت سر یه آقای نماز میخوندم. وقتی که رفتم سجده، بوی بد پاش انقدر زیاد بود که من قاطی کردم تو سجده، یعنی حالم بد شد. بعد اینو میخواستم عرض کنم، وقتی که میرن سجده چرا بر روی خاک کربلا سجده میکنن؟ مگه سجده فقط برای الله متعال نیست؟ درست. چرا بر روی خاک کربلا سجده میکنن؟ بعد چرا نماز به وقت نمیخونن؟ آیا واقعا این راه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که در سخت‌ترین شرایط، در یک جنگ نباشه، کل شرایط زندگیش همه نماز به وقت خوند؟ درست. به جای زکات پول توی قبرها میریزن. به خدا این راهشون اشتباهه. بی خیال این مذهب پوچشون بشن، به الله پناه ببرن. این آخوندا همه را میپیچونن فقط به خاطر اینکه خودشون راحت زندگی کنن. درست. ماشاءالله تو ایران از این آخوندا خیلی زیاده که همشون شکمشون 150 130 140 میشه کلا دور کمرشون، یعنی کمربند گیر نمیاد واسه اینا اگه بخوان شلوار بپوشن. بعدم میخواستم اینو عرض کنم که اون آخوند میگه اگه من به بهشت نمیرم، اگه معاویه اونجا باشه من بهشت نمیرم. اصلا معاویه گیرم، حضرت معاویه گناه کرد. من نوعی که یه آدم کثیفیم، واقعا من خودم رو خوب نمیدونم، اگه توبه کنم خدا توبه منو قبول میکنه و وعده بهشتم بهم داده. الان این چجوری میاد این حرفو میگه اگه حضرت معاویه اونجا باشه من نمیرم؟ حضرت معاویه اصلا گیرم آدم خوبی هم نبوده. شاید تو اگه توبه کرده باشه جاش تو بهشت دیگه. منم همینطور، هر کی هم باشه توبه کنه جاش تو بهشت، خدا وعده داده. این چجوری اینجوری میگن؟ من نمیدونم. همین سوالا رو داشتم که چرا توی نماز عرض به خدمتتون کنم که کلا با هر چی رسول اکرم فرموده چیزای دیگه برعکسشو میگن. درست. این سوالا رو داشتم خدمتتون. خیلی ممنونم از راهنماییتون. خدا نگهدارتون. ببینید، اینها من بارها گفتم وقتی که اینا اعتقادی به قرآن نداشته باشن، اعتقادشون به قرآن همون 17,000 آیتی که جنایتکارشون با خودش برده و مردم مسلمان ها را از اون محروم کرده باشه، طبعا از اون آیاتی، از اون روایاتی که در اثبات فضایل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده بیخبرن. من بعضیاشو برای نمونه اینجا نشون میدم خدمتتون. احمد جان اگر نشون بدید، در سوره توبه آیه 20 در اینجا الله سبحانه و تعالی میفرماید که الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند، و هاجروا، به هجرت کردند، و جاهدوا، جهاد کردند. حالا این کسانی که ایمان آوردن، هجرت کردن و جهاد کردن کیا بودن؟ خمینی و دار دستش، کلینی و دار دستش، مجلسی و دار دستش. 200-300 سال بعد از اینهایی که ایمان آوردن و هجرت کردن و جهاد کردن، این حشیشی ها اومدن و این توهین ها رو به اصحاب پیامبر نسبت دادن.
این ابوبکر بود و عمر بود و عثمان بود و طلحه بود و زبیر بود و علی بود و اینها بودن که هجرت کردن و امثال اینها بقیه. مصعب ابن عمیر بود و عبدالله ابن جحش بود و حمزه ابن ابی طالب بود و اسامه بن زید بود و زید ابن ثابت بود و اینها بودن که هجرت کردن و جهاد کردن با پیامبر صلی الله علیه و سلم. و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم، مالشون هم در راه خدا دادن، جانشون هم در راه خدا دادن، هم مال دادن هم جان دادن. در موردشون الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ اعظم درجة عند الله، اینا بالاترین درجات رو در نزد الله سبحانه و تعالی دارن. احمد جان نشان بده و اولئک هم الفائزون، اینها هستن رستگاران، اینها هستن که رستگارند. الله سبحانه و تعالی میگه کسانی که ایمان آوردن و هجرت کردن و جهاد کردن در راه خدا با اموالشان و با نفسشان، مالشون هم دادن نفسشون هم دادن، اینها درجه جایگاه بلند دارن در نزد الله سبحانه و تعالی، بلندترین مرتبه رو دارن و اینها رستگارانند. آخوند رافضی میگه چطور عمر میخواد بره با علی بهشت؟ به خاطر این میخواد بره که عمر با مالش و با نفسش در راه الله سبحانه و تعالی ایمان آورده، هجرت کرده و جهاد کرده. بله. در سوره انفال آیه 74 الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ والذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، و هاجروا، جهاد کردن، و جاهدوا فی سبیل الله، و جهاد کردن در راه الله سبحانه و تعالی، هجرت کردن و جهاد کردن. کیا هجرت کردن؟ صحابه‌ای که در مکه ایمان آورده بودن با پیامبر صلی الله علیه و سلم هجرت کردن. کیا از اینا استقبال کردن در مدینه؟ کلینی و مجلسی و قومی و اینا؟ نخیر. والذین آووا و نصروا، و کسانی که اونها رو پناه دادن و به اونها کمک کردن. اولئک هم المؤمنون حقا، اونها مؤمنین حقیقی هستن. کسانی که در این آیه میگه والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا، کسانی که جهاد کردن، هجرت کردن و کسانی که اونها رو پناه دادن و همکاری کردن امراشون، اینها مؤمنین واقعی هستن. و این آخوند گرگ زده کثیف میگه که اگر عمر میخواد بهشت بره بهشت با علی، من نمیرم بهشت. خب به جهنم برو، الی جهنم و بئس المصیر، اسفل سافلین جای شما و منافقین است. کی شما را اصلا راه میده؟ به قول آقای سلیمانی که در کلیپ گفتن، کی شما را راه میده اصلا بهشت؟ چی میگه؟ لهم مغفرتون، برای اونها آمرزش پروردگار است. اگر گناه کردن الله سبحانه و تعالی گناهشون رو میبخشه. به کوری چشم شما میخواید بخواید، نمیخواید سرتون رو بزنید به دیوار حوزه علمی قم. خدا گفته که لهم مغفره، برای اونها بخشش گناهانشون است، مغفرت الله است براشون. و رزق کریم، و روزی نیک و شایسته است در نزد الله سبحانه و تعالی. به کوری چشم شما بنده های نازدانه الله هستن، میبخشه گناهانشون رو، جنت هم میفرستدشون، بهترین رزق و روزی هم بهشون میده، مرتبه شون هم بلند کرده. نازدانه است. شما یک انسانی در نظر شما نازدانه باشه، هر کاری بکنه نازشو بر میدارید. اینها هم بنده های نازدانه الله سبحانه و تعالی هستن. الله میگه که من گناهانشون رو میبخشم، من وارد بهشتشون میکنم، من نعمتهای خوب بهشون عطا میکنم. شما که نمیخواید، الی جهنم و بئس المصیر، نخواید. در آیه دیگه سوره توبه آیه 88 لكن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم و انفسهم، لیکن پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردن جهاد کردن با اموالشان و با انفسشان، هم مال دادن هم جان دادن در راه خدا. اولئک لهم الخیرات، اینها کسانی هستند که همه نیکی ها برای اونهاست،
همه خیرهایی که در نزد الله سبحانه و تعالی است برای اونهاست. و اولئک هم المفلحون، و اینها انسانهای مفلح هستند، رستگار هستند، پیروز هستند. خدا میگه اینو. آخوند رافضی که نخواد به جهنم. سوره توبه آیه 100: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظیم. پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند، الله از اونها راضی است. بنده نازدانه الله هستند، الله از اونها راضی است. چرا؟ چون در کنار پیامبر جان دادن، مال دادن، و اونها هم از الله سبحانه و تعالی راضیند. و الله سبحانه و تعالی برای اونها بهشتی آماده کرده که از زیر درختان اونها این بهشت جویبارها روان است، جاویدان در این بهشت خواهند ماند. این است پیروزی بزرگ. الله سبحانه و تعالی این پیروزی رو نصیبشون کرده. در سوره فتح آیه 18: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قریبا. خداوند راضی شد. رضایت الله سبحانه و تعالی قطعی و ابدی است. آخونده میگه آره خداوند در اونجا راضی شد، اما بعدن که اینا ولایت علی رو قبول نکردن ازشون ناراضی شد. در همین آیه چون الله سبحانه و تعالی میفهمید که مثل اینها در آخر زمان انسان‌های پیدا میشن که این تهمت‌ها و اهانت‌ها رو به صحابه میکنه، در همین آیه جوابشون رو داده. خداوند راضی شد از کسانی که از مؤمنینی که با تو بیعت کردن در بیعت حدیبیه، با تو بیعت کردن. فعلم ما فی قلوبهم، از آنچه در دلهایشون بود الله سبحانه و تعالی آگاه بود. الله میدونست که در دلهای اونا چی است. شما علم غیب رو برای یک امامی، برای یک آخوندی قبول دارید، الله سبحانه و تعالی عالم الغیب خبر نداشت که اینا بعدن میرن مرتد میشن، ولایت علی رو قبول نمیکنن؟ اومد اونجا ازشون راضی شد. فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم واثابهم فتحا قریبا. آرامش رو بر اونها نازل کرد و فتحی نزدیک را به آنها پاداش داد که فتح مکه بود براشون. آیه بعدی: تا روز قیامت این قرآن خوانده میشه. شیعیان هم فعلا هم این قرآن رو میخونن، مسلمان ها هم میخونن. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 137 چی میگه؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ای صحابه، ای یاران رسول الله، اگر مثل شمای صحابه ایمان بیاورن راهیاب میگردن. ای عمر، ای ابوبکر، ای عثمان، ای علی، تا روز قیامت هر کسی که میخواد ایمان بیاره اگر مثل شما ایمان بیاره راهیاب میشه. نه مثل کلینی و مجلسی و خمینی. اینا الگو هستن، اینا مصداق‌های یا ایها الذین آمنو در قرآن. هر جای قرآن که میگه ای مؤمنان یا ایها الذین آمنو، در هر جای قرآن که میخونید خطاب به کیه میدونید؟ خطاب به این ابوبکریه که اینها باش دشمنن، خطاب به عمریه که باش دشمنن، خطاب به عثمانیه که باش دشمنن، خطاب به علی است که مخالفت میکنن با دستورات علی. همینا بودن که اینها بودن مؤمنین که اون موقع قرآن بهشون نازل میشد. به خاطر همین گفت که اگر مثل ایمان شما صحابه ایمان بیاورن راهیاب میشن. هر کسی که مثل صحابه ایمان نیاره راهیاب نمیشه، هر کسی که میخواد باشه. در سوره حشر در آیه 8 الله سبحانه و تعالی میگه که مال غنیمت برای کی است؟ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. برای اون مهاجرین فقیری که مال و دارایی خودشون رو در مکه رها کرده بودن و اونها رو مشرکین از دیارشون اخراج کردن، اموال غنیمت برای اونهاست. اینها برای چی اومده بودن؟ برای مقام و کرسی؟ نخیر. برای قصر و برای پول و دارایی؟ نخیر. اینها برای اینکه فضل الله سبحانه و تعالی رو میخواستن، بهشت رو میخواستن.
و الله و رسولش رو یاری کردن، اولئک هم الصادقون. اینجا میاد الله سبحانه و تعالی تزکیه میکنه اینها راستگویانند، اینها صادقند. مثل این آخوندهایی که تماس میگیره، اول صحبتش یه حرف میزنه، وسطش یه حرف میزنه، آخرش یه چیز، بعد قطع میکنه میره. چون اینها صادق نیستن. اون صحابه بودن که صادق بودن. بعد از مهاجرین کیا هستن که از اموال غنیمت به اینها میرسه؟ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم. کسانی که پیش از این که مهاجرین هجرت بکنن، اینها در دیار خود در مدینه ایمان آوردن، جای گرفتن و دوست دارن کسانی رو که به سوی اینها هجرت کردن، انصار، اهل مدینه. ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. و نیز برای مال غنیمت برای کی است؟ برای کسانی است که در دیار خود در مدینه جای گرفتن و ایمان آوردن و کسانی را که به سویشون هجرت کرده بودن دوست دارن و در دلهای خود آنچه به مهاجرین داده شده احساس حسد و نیاز نمی کنن. اگر بعضیشون 2 زن داشتن، وقتی دیدن که برادر مهاجرش ازدواج نکرده، یکی از همسراشو طلاق داد و از اون مهاجر خواست که با اون ازدواج بکنه. تا به این اندازه بودن. به خاطر همین الله سبحانه و تعالی این گونه اینها رو تزکیه میکنه و آنها را بر خود مقدم می‌دارند هرچند خودشان نیازمند باشند و کسانی که از بخل و حرص نفس خیش باز داشته شدند پس آنها راستکارانند. الله سبحانه و تعالی در مورد مهاجرین گفت که اولئک هم الصادقون، در مورد انصار میگه اولئک هم المفلحون. بعد از این نوبت کی میرسه؟ نوبت کسانی میرسه که بعد از اینها میان. نوبت من، نوبت توی شیعه، توی سنی، توی مسلمان. کسانی که بعد از صحابه اومدن وظیفهشون چیه؟ که مثل قزوینی لعین، مثل آخوندهای رافضی و اونها توهین بکنن، بگن ما در مورد صحابه سوال داریم، در مورد عایشه 52 تا سوال داریم که باید پاسخ بدن. میگه والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. و کسانی که بعد از آنها، یعنی بعد از مهاجرین و انصار آمدن، چی میگن؟ پروردگارا ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتن، سبقت گرفتن، بیامرز و در دلهایمان کینه نسبت به کسانی که ایمان آوردن قرار مده. پروردگارا بیگمان تو رؤوف و مهربانی. کسانی که نسبت به صحابه کینه و بغض و عداوت در دل دارن، هر کسی میخواد باشه، اینها مؤمن نیستن، اینها مسلمان نیستن طبق این آیات قرآن کریم. چون وظیفه کسانی که بعد از صحابه میاد این است. و اینایی که نمیخوان که بهشت برن، با اینایی که الله سبحانه و تعالی ازشون راضی شده و بهشت رو براشون آماده کرده، برن به جهنم. جای کافی برای اونا هست در اونجا.